سیمایز رادیوی محلی ستاسو غږ ستاسو رادیو خبرونه، گزارشات، تبصرې، موسیقي، زده کړه، تفریح او ډرامې په سیمایز رادیو کې از طریق شبکه تنین د راز خبرونو راټولونکي از محصولات مختلف و رادیوهای مختلف. شنوندگان عزیز، سلام های پر از صمیمیتمان نثارتان باد. با امید صحتمندی و سلامتی شما، من فرید فرهنگفر، تنظیم کننده میزگرد، پیرامون نقش نهادهای مدنی در رابطه با پروسه نظارت بر چگونگی کار بانک‌های انکشافی که به ابتکار بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی تهیه شده است، توجهتان را معطوف می‌دارم. دوستای عزیزی که در این میز گرد ما اشتراک کردن معرفی میکنیم. استاد سیف‌الدین صیحون استاد فاکولته اقتصاد دانشگاه کابل هستند و سیما جان غنی رئیس بودجه وزارت مالیه و خانم آنکارلین هماهنگ کننده پروژه های افغانستان در مرکز اطلاعات بانک و محترم محمد هاشم مایار انسجام دهنده پروگرام های مؤسسه اکبر هستند و دوست دیگه ما که تشریف آوردن جناب قدیر فطرت معاون اول بانک مرکزی افغانستان. سوال اول خود از آقای مایار طرح کنیم، سوال ارتباط میگیره چون هماهنگنده پروگرام ها و پروژه هستند در جریان پروگرام هایتان. خب افغانستان در مرحله بسازی قرار داره. هدف مشخص همین کشورهای کمک کننده در افغانستان چی است؟ تا هنوز این فاندها در کدام مقاصد در کدام راه‌ها هنوز مصرف شده؟ بله، بسیار خوب. هدف کشورهای کمک دهنده قرضه‌های بسیار بزرگ به افغانستان میته. هدف آن است تا در بازسازی کشور سهم بگیرند تا مردم در آینده آسوده و آرام باشند، فعالیت‌های خود به می قسم به پیش ببرند. لذا هدف همی است که بازسازی به صورت خوبش که برای همه مردم افغانستان کمک رسیده بتواند به وجه حسن صورت گرفته بتواند. و بانک‌هایی که کمک کرده مشخصا مراجع کمک کننده شما گرفته می‌کنید؟ بله، بانک‌هایی که کمک میکنه بانک جهانی و بانک آسیایی، اینا در مرحله اول اینا شروع کردن که به افغانستان در عرصه‌های مختلف در قسمت بازسازی کمک بکنن و همچنین در محیطی. اول دوم متوجه استاد صیحون است. استاد این کمک‌هایی که در از طریق دولتی و غیر دولتی هم به دولت و هم به انجوها صورت میگیره و فوندهای گرفته میشه، روی قرضه‌های طویل مدت و کوتاه مدت است. قرضه‌های دوامدار که ما کمک میگیریم بالاخره در حالی که در کشور ما هنوز نظام آنقدر ثبات نداره، بالاخره طویل مدت هم جوابدهی داره. بالاخره چی فکر میکنه افغانستان تا سال‌ها کرنا زیر بار؟ ما چند پرابلم بعد از آغاز حل بکنیم. اما رقمی که پیشتر در صحبت ها مطرح کردیم، باید بین فند ریزینگ و جمع آمد وجوه پولی و بین انستیتوت ها و نهادها یک رابطه مستقیم موجود باشد. به این معنا که باید ما قبل از اینکه فند یا وجوه در اختیار میگیریم، باید انستیتوت ها و نهادهایی را بسازیم که این را دقیقاً و به موقع و به اصطلاح با هدف مورد نظر اصابت بکنه و یا عوامل طور تعبیه شوند که بالاخره در او منافع اقتصادی و بازدهی از این صحیح و به شکل معقول اقتصادیش داشته باشد. من شک دارم که در شرایط فعلی هم نهادهای دولتی ما و هم نهادهای غیر دولتی ما این توانایی و این ظرفیت را داشته باشند که تا پروژه سازی و یا به اصطلاح برنامه‌ریزی و مانیتورینگ و ارزیابی دقیق از یاد داشته باشند و از اینا در حقیقت و فند و یا وجوهی را که به قرض میگیرن در حقیقت تیره باید در شرایط بعدی یا در مراحل بعدی تا بتوانند که این وجوه ها بپردازند. پیشنهادی هست که اینها باید ارزش‌های حاصلی که در یک مدت معین اقتصادی یا در عمر پروژه از اون متصور است، برای دقیق به شکل مقداری بازدهی از ایره و حاصلدهی از ایره
و بالاخره منابع زیر پیدا شما بکنن. قطع میکنم. ممکنه بخش دیگه سوال ما باشه. بسیار موضوع دلچسب شما مطرح کردید. یک بخش دیگه سوال ماست. ما سر این موضوع سوال ما من که این چگونه قرضه ها رو که ما میگیریم بالاخره از نظر شما که استاد علم اقتصاد هم هستین بالاخره راه جوابدهی از این قرضه ها در یک جمله میتونم جواب بده که قرضه ها باید منابع پرداختی قرضه ها باید جستجو شود و او منابع به اصطلاح عایداتی است که دولت باید یک چشمه های عایداتی را برای خود پیدا بکنه که اینا یک نوع اطمینان داشته باشه برای دریافت وجوه مالی که بعداً این قرضه را تامین بکنه. این قرضه ها خوب اساساً قرضه های بانک جهانی و قرضه های صندوق بین‌المللی پول اینا قرضه هایی هستند که کم دارن و اغلب آدم میتونه قرضه هایی باشه که مدت های مدید اینا بدون ربح هستند. در حقیقت دولت فعالیت های خود را به اندازه منسجم و منظم بسازد و منابع عایداتی خود را طوری تنظیم بکنه که توانایی در پرداخت اصل و یا ربح کمی این قروض باید داشته باشد. او عبارت است از بالا بردن ظرفیت عایداتی و گذار دولت به طرف چشمه‌های غیر از منابع عایداتی که از گمرک میگیرند. مالیه بر زمین، مالیه بر مفاد مؤسسات، مالیه بر تصدیها و مالیه بر بعضی درآمدهای دیگه‌ای که از طریق مشروع مردم به دست میارن و یا معیاری کردن و نرماتیو کردن بخشی مثلا واردات و صادرات و جلوگیری از قاچاق مواد و بالاخره قانونی ساختن این مناسبات زمینه را برای تنظیم و دریافت عواید و یا در حقیقت منافع دولت بالا میبره. استاد دیگه ما راجع خانم سیما غنی بیشتر شما اگر میگن قضایی که مثلا شما رئیس بودجه هستین در دولت گرفته میشه بخصوص در بخش اینجا ما سوال در توجیه که دوستان خاص کنیم تا چی اندازه طوری که رسانه ها میگن مطبوعات میگن این نوع رضایت وجود کمتر وجود داره در شکل مصرف از این قرضه ها مثلا در مکاتب فاندای گرفته میشه در بعض ساعت ادارات دیگه تا چی اندازه میبینین اثر از این مصرف از شیوه که از این پولا بازسازی شده از نظر شما چقدر درست مصرف شده یعنی یک مسئله میخوام برای اطلاع دوستان فقط برسانم قسمی که به تعقیب صحبت های منابعی که از خارج بر ما کمک میکنن ممالک تمویل کننده تنهای دو بانک نیستن که یاد شد 1% کمکات بر ما میرسه از بانک هاست اما اکثریت پول کمک که میرسه ممالک تمویل کننده بلایوز میتن قرضه نیست شکل قرضه نداره قرضه که می صرف به ساختار زیربنایی استفاده میشه بر مکاتب استفاده نمیشه مثلا از قرضه شما سرک آباد میکنین از سرک شما عاید میارین از قرضه شما میتونین بند آباد کنین بند براتون عاید میاره برق تولید میکنه تاجرتون به برق ضرورت داره به این خاطر این مسئله رو حکومت قدر کافی سرش تحقیقات شده و تصمیم تمام کابینه امیس که قرضه ها وقتی که چون مجبور هستیم مال باید بگیریم به خاطر از اینکه پول کمک میرسه کفایت نمیکنه برای آبادی ساختار دوباره افغانستان و قرضه ضرورت داریم و این قرضه هایی است که دیگه ممالک برش سر میترقانن و بر ما به شکل بسیار ارزانش مساعد میشه و طویل مدت دوباره مجبور هستیم میره بپردازیم. خانم آنکالی اینا بگوین که از تجارب خود در بخش که نهادهای مدنی در دیگه کشورها از تجربه خود بگن که چه قسم از این پروسه قرضه ها که بر از نامیت نهادهای مدنی چگونه اونا تونستن که بررسی کنن بررسی داشته باشن. The World Bank works around the world in developing and middle income countries. And the Asian Development Bank limits its work to Asia. And the involvement of civil society groups seems to depend on the level of education of the population and the availability of documentation in those countries. And civil society sometimes becomes involved, late in the process when it comes to approving جواب یافته بود که اصلا بانک جهانی تمام نقاط جهان فعالیت داره مخصوصا در کشورهای که رو به انکشاف هست ولی بانک انکشاف واسه فعالیتاش اکثرا منحصر به خود آسیا می باشه. البته گفته اشتغال خود جامعه مدنی یا خود توجه جامعه مدنی به این مسائل مسئله نظارت بر کمک‌هایی که صورت میگیره هایی که به این واسطه این است که چقدر این مورد معلومات دارن اصلا قسمی که داشت اصلا جامعه مدنی تا حال با تاخیر عمل کرده و علتش هم نبوده که به این موضوع علاقه‌مند نشدن بلکه علتش این بوده که این مورد درستی معلومات نداشتن در مورد اطلاع کافی نداشتن یا از چند مثال گفتن که اول مثالشون در خود آمریکای لاتین است و در کشور آسیا گفتن که در این کشور اکثرش نفوذی بسیار تعلیم یافته و روشن فکر دارن ولی و این پروژه‌های که از طریق همین دو بانک در این کشورها تطبیق شده اصولا یا همین بعضا نقاط ضعفی هم داشته مخصوصا نقاط پروبلم‌های اجتماعی و پروبلم‌های محیطی که البته این طور بوده که
در برابر استوار اقدام شد که همین جوامع مدنی و همین نهادهای مدنی که بوده یا اول تا موضوع ضرر اجتماعی و محیطی داشته ایره به خود دفاتر محلیشان راجع کردن بعد ایره به سطح ملی یعنی هیئت‌های مرکزی یا مطرح کردن. شکل دومشی بوده که اول مطرح کردن خود قضیه مطرح کردن خود مشکلی که از این ناشی از این پروژه با وجود میاد به شکل محلی بوده و بعد این به کمک همون جوها و نهادهای مدنی که فعال است به سطح ملی مطرح کردن. بالاخره از این شکل این به شکل بین المللی مطرح شده تا بتونه از طریق فشار بین المللی همون پروژه بزرگی که ممکن سبب به وجود آمدن ضررهای اجتماعی و محیطی شود از طریق تحت کنترل کنن و از جلوگیری کنند. سوال دیگه متوجه دوستم آقای قدرت میشه معاون از بانک مرکزی هستن. به نظر شما شیوه قضا قابل تایید شما است؟ تشکر جان. اولا ما میخوایم که راجع به سوالی که قبلا هم با استاد صاحب مطرح شد و درس کنم که البته بعدا با قسمت سوال شما میایم. پروژه ها وقتی که از طریق قرضه تمویل میشه بهترین پروژه اختصاص پیدا کنید که اون پروژه از نظر بازده بالاترین بازده را داره. بعضی اوقات پروژه ها بازده می داشته باشن ولی این پروژه هایی که دارای بازده می باشن باید از نظر اقتصادی با هم مقایسه شود و در انتخابی از یا نفوذ سیاسی و غیره باید در نظر گرفته نشود. پروژه ها باید دور از تأثیر نفوذ سیاسی به بهترین پروژه اختصاص پیدا کنه که اون پروژه بتونه بازده بده که از طریق بازده از اون قرضه پرداخته شود و الا قرضه بار دوشی ملت خواهد بود. بیشتر از قرضه ها طوری که سیما جان هم فرمودند از طرف کشورها به شکل قرضه های بلایوز پرداخت میشن به افغانستان و این قرضه ها هم ولو که بلایوز هستند باید برای اینها ما باید بهترین پروژه هایی را که بیشترین منافع را تولید میکنن با بسیار شفافیت باید او را انتخاب کنیم. تا به مسائل بانکیش مربوط میشه و قراری که میبینیم از 2 سال گذشته تا کنون کمی از این کمک ها از طریق بانک وارد شده و شاید این نظر این حقیقت سیما جان تایید کنه. بیشتر از من نفهم رقمی دقیق ندارم، شاید سیما جان رقمی دقیق داشته باشه، شاید بیشتر از 4 یا 5 میلیارد افغان دلار از کمک های بین المللی به شکل نقد و یا به شکل کمک های سید تا حالا مصرف شده باشه، اما تا کنون کمتر از 1 میلیارد از طریق مجاری بانکی به دولت افغانستان تحویل شده. شاید بیشترش به این جوها رفته باشه. تشکر. یک سوال دیگه ما متوجه استاد صحیح میشه بازم اومد میشیم کنه که آیا دولت حق داره که جوها را بررسی کنه؟ مثال رئیس پلان در صحبت خود گفتن که ریاست بررسی این جوهاست. آیا فکر نمی‌کنید دولت حق بررسی داره یا حق امانگی فعالیت ها را داره که با فعالیت های جوها بررسی کنه؟ از نظر شما دولت از نظر حقوقی و قانونی حق بررسی تمام فعالیت هایی را که در داخل قلمرو یک کشور صورت میگیره از تمام این بخشا این حق داره که ارزیابی این بررسی را داشته باشد. از این نقطه نظر این مانع در این راستا نیست که مثلا دولت حق نداشته باشه که این جوها یا مؤسسات غیر دولتی را ارزیابی بکنه. در تمام دنیا تمام فعالیت های این جوها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی بسیار واضح و شفاف بر پایه و بنیاد منافع ملی کار میکنن و هیچ وقت هم این جوها نباید از احراز داشته باشن که اینا اگر حسابرسی و حساب دهی معقول و واقعی داشته باشن از این رقم بررسی ها تشویش داشته باشن. بله هر چیزی که در افغانستان وارد میشه و به نام مردم افغانستان است و مردم افغانستان حق دارن، جامعه مدنی افغانستان حق دارد، دولت افغانستان حق دارد که از مؤسسات دولتی، مؤسسات غیر دولتی بخواهد که اینا به شکل واضح روشن هم بودجه، هم کارکرده، هم بازدهی و نتایج کارشان و همچنین اما آوتکمی که از این پروژه ها در بخش اجتماعی، در بخش اقتصادی، در بخش حتی بعض فعالیت هایی که بیشتر اونا قابل دید و رویت نیستن، حداقل در پروسه انتخابات، حقوق بشر و اینا هم باید تاثیر اجتماعی و اخلاقی از این آدم ملموس ببینن. به این معنا که وقتی که پولی که به نام مردم افغانستان جامعه جهانی کمک میکنه و اینجا میته، اینجاها فقط یک هنر دارن که اینا حسابدهی و حسابرسی اونمو مؤسسات بین‌المللی و مجامع جهانی از طریق ارائه اسناد خود میتونن که نشان بدن و جامعه جهانی هم معتقد است که از دولت و از بعضی نهادهای دیگه که مؤسسات غیر دولتی بهتر و دقیق‌تر به همون اهداف و به اصطلاح خواست‌های از اونها عمل میکنن. احساس خاف نمیشه که نظام از امنیت خود استفاده کنه؟ برای نظام تشویش وجود نداره به خاطر اینکه بازم راههای محاکم باز است
و کسانی که بخواهن از این سوء استفاده بکنن باز هم خب ما در یک جامعه غیر قانونی فعلا به سر نمیبریم. جامعه ما هنوز نهادهای حقوقی خود داره، جامعه ما ارزش‌های حقوقی خود احیا داره میکنه و ما اینقدر بدبین نیستیم که از این، ولی یک واقعیت هست که باید هر سنت و هر دلاری که برای افغانستان از هر مجرای وارد میشه، نهادهای دولتی، ارگان‌های قضایی و ارگان‌های حقوقی حق دارن که اینا را به بررسی بگیرن و یه حق دولت. و رابطه وزارت پلان شما را هم می‌بینید، رابطه وزارت مالیه و وزارت پلان با NGO چگونه است؟ وزارت مالیه اصلا ما با NGO ها مستقیم کار نمیکنیم. وزارت مالیه هیچ مسئولیت نداره، فقط ما بودجه دولتی، بودجه که به حکومت و دولت میرسه، پوش ما دو قسمت کار میکنیم و قسمت که مامان فجات بیشتر فرمودن فقط پول کمکی که بر بودجه های بر پروژه های انکشافی از طریق دولت میاد. کمک هایی که یک چیز دیگه دوباره من گپ مامان دوباره تکرار میکنم به تاییدش که کمک هایی که به افغانستان تا آمده همش از مجرای دولت نامده. ممالک تمویل کننده مستقیم امرای سکتور خصوصی یا امرای NGO مؤسسات خیریه به تماس شدن و تونستن که پروژه خود تطبیق کنن. حتی امرای یک سلسله وزارتخانه ها هم کار کردن، این هم تمام پولش مستقیم از طریق حساب خزاین یا از طریق بانک افغانستان نامده. قسمتی که او وظیفه وزارت مالیه است که ما در قسمت کار میکنیم، در قسمت پلان گذاریش کار میکنیم. طبعا همه پروژه ها در پلان گذاریش ما مستقیم کار میکنیم، وزارت پلان هم در قسمت کار میکنن، اما رابطه مستقیم بین NGO ها و جوابدهیشون به حساب یا ارتباط کاریشان زیادتر امروی وزارت پلان است. تشکر. با یک سوال متوجه آقای ماهر می‌سازیم که قسمی که مسئولات دولتی هم در اخیر هر سال یک گزارش از بودجه خود میدن. آیا دمی NGO ها و شبیه فهم بیننده هم در حساب داره که در اخیر هر سال از شکل بودجه خود تو هنوز کدام مقام با صلاحیت مثلا خود امیر خارجه تعیین شده که از این بررسی کنه داخل اینا هم مثل دولت بالاخره در اخیر هر سال باید گزارش بودجه خود بتن مصرف شکل. برای انسجام کارها مرجع مراجعه موسسات وزارت پلان است. فعلا وزارت پلان است. وزارت پلان موسسات را ثبت میکنه. وزارت پلان حق داره نظارت میکنه از موسسات راپور 6 ماهه و سالانه را به وزارت پلان میده. موسسات علاوه بر از که راپور خود به وزارت پلان میده، فرمه هم از طرف وزارت پلان ترتیب شده و موسسات روان میشه و موسسات رو خانه‌پوری میکنه. نیست که موسسات بدل خود در کنن. این توحید شدگی است. یک فرمی است که همه موسسات یک نوع رو خانه‌پوری میکنن، برشان روان میشه. علاوه بر از که کار به وزارت پلان میشه، موسسات راپور عادت خود یا راپور بررسی حسابای خود اینا توسط بررسان حسابی بین المللی ترتیب میکنن و اینا به دونرها هم میتن. ما بر از که کارا به وجه اصلا نظر به شرایط فعلی درست اجرا شود، سال گذشته وزارت پلان از مؤسسات هم همکاری خواست. یک مسوده قانون مؤسسات غیر دولتی ترتیب شد و سال گذشته در ماه جولای وزارت پلان او را به وزارت محترم عدلیه ارسال کرد، ولی تا به حال اینی قانون به تصویب نرسیده، نافذ نیست. اگر این قانون به تصویب برسه که قریب وعده داده شده که به تصویب خواهد رسید، در اینجا وظایف هر کس معلوم میشه و در این بخش باز یک سمینار ترتیب خواهد شد که هم کسانی که در دولت هستند و هم در مؤسسات هستند یک کنفرانس داشته باشه که تربیتی که همه کس بفهمه که کی چی باید بکنه. مرچند در اساس مخالفی عملی NGO نیست و مخالف از این نیست که جامعه جهانی به NGO ها کمک نکنه و کمک های خود منحصر به دولت افغانستان بسازه. طبعا جامعه جهانی حق داره که قسمتی کمک ها به دولت افغانستان و قسمتش به NGO ها کنه تا اینکه اگر جایی را که دولت افغانستان قادر نیست در اونجا رسیدگی کنه، یا NGO در اونجا رسیدگی کنه. اما یک چیز ما میخوایم اشاره کنم که در کار NGO ها های بسیار زیادی وجود داره. یکی در پلانی کاری NGO ها با پلان های دراز-مدتی دولت هم نوا نیست و بسیاری پروژه هایی را که یا تمویل میکنن و یا اعمار میکنن با برنامه های دراز-مدتی هم دولت رابطه ای نداره. مثلا پول میخوان یک پول سایزی خاصی داشته باشه که در یک شاهراه باید اعمار شود، او را در نظر نمیگیرن. پول های تا حال ساخته شده در این NGO ها که قطعا
قابل استفاده نیست و اگر در اون مسیر یک شهر ساخته شود از پول دیگه استفاده دراز مدت صورت گرفته نمیتونه، باید به جایش پولی دیگه. در مجموع در کارهای انجیوها خلا و تکرار هر دوش وجود داره و حتی در بعضی موارد انجیوها در یک بخش خاص تمرکز کردن و زیادتر در یک بخش خاص، مثلا مسائل اخبارات و جراید و مسائل حقوق زن و مسائل حقوق بشر و در بعضی ها یا اوور اینوستمنت کردن، اما در بعضی ساحات دیگه یعنی بیشتر از حد سرمایه گذاری کردن، اما در بعضی ساحات دیگه یا قطعا توجه نکردن و سرمایه گذاری نکردن. من نظرم است که کار انجیوها طوری که باید فرمودن باید آدیت شود، هرچند اونها آدیترها یا بررس‌های بیرونی مستقل بیرونی میارن و برای حساباتی خود ذریعه بررس‌های بیرونی آدیت میکنن، اما یک آدیت عملی هم از کاری از وا باید یا ذریعه دولت افغانستان یا ذریعه بررس‌های مستقل بیرونی که طرف قبول دولت افغانستان باشد باید صورت بگیرد و مجموع کارهای از وا باید با دولت هماهنگ ساخته شود و ناگفته نمانه که یک تعداد انجیوها مخصوصا یک تعداد زیادی انجیوهای داخلی که امروز تقریبا شکل بازار و مارکت را گرفته اکثرا از منابع بین المللی سوء استفاده میکنن و ما ایران نمیخوایم که البته کسی خاصی را متهم بکنم، ولی واقعا در خور یک توجه است و دولت افغانستان و مقامات تصمیم گیرنده باید باشند. خب از دوستای ما که در این میز اشتراک کردن در نظر کدام شما تشکر میکنیم. از مباحث این میزگرد میتوان چنین نتیجه گرفت: برای اینکه بتوانیم یک نوع نظارت بر چگونگی کار بانک ها داشته باشیم، باید در آغاز چند پرابلم را حل نماییم. باید بین فندریزینگ و جمع وجوهی پولی و بین انستیتیوت ها و نهادها یک رابطه مستقیم وجود داشته باشد. بدین معنی که باید قبل از اینکه فند و یا وجوه در اختیار نهادها قرار میگیرد، باید دولت به ایجاد کمیسیون ها و نهادهای اقدام نماید که این وجوه را دقیقاً به موقع و به هدف مورد نظر به مصرف رسانند و از طرف هم عوامل طور تعبیه شود که در آن منافع اقتصادی و بازدهی به شکل معقول اقتصادی وجود داشته باشد. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز می‌سپارم. خداوند یار و یاورتان باد.